من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12,000 سومون از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود. کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی دیروز 10,000 نفر در پراگ استعفای سروزیر چخ را طلب کردند. و بعد افسانه نوبتی دیدار شد. مالک قهوه‌خانه دیدار مخالف تخریب آن نیست، اما به شرطی که جبرانش را پرداخت نمایند. اگر زنی در کار باشه مرحمت گیرن جبران پولی میاتیم ما میبریم در دیگه جا آباد میکنیم. امروز در تاجیکستان عید سعید فطر را تجلیل میکنند. نماز امسال عید فطر در مسجد مرکزی پایتخت با امر معروف و سخنان تبریکی مفتی کشور برگزار گشت. با وجود تلاش‌های محدود کردن عیدگردک کودکان به هنگام جشن‌های مسلمانی، صبح امروز کوچه‌های دوشنبه پر از اطفال بود که با خلطچه‌ها به تبریک نزدیکان میرفتند. اما ظاهراً کوشش تنظیم پیوسته مقامات به شماره نمازگزاران در مسجدها و هم دسترخوان عیدانه مردم در رمضان امسال تأثیر گذاشت. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. صبح 5 ایون در مسجدهای تاجیکستان نماز عید فطر ساعت 6 برگزار شد و هزاران نفر برای اجرای این فریضه به مسجدها آمدند. در مسجد مرکزی نماز عید چون سالهای گذشته زیر چاره‌های امنیتی برگزار شد. این مراسم به فرق از سالهای گذشته با حضور کمی ساکنان دایر گشت. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در موعظه پیش از نماز از حاضرین خواست که صلح و آرامی را قدر کنند. مسئولان شورای علمای تاجیکستان میگویند صدقه فطر جمع شده از مردم به اشخاص کم بضاعت و نیازمندان رسانده شده است. فطر روزه از آغاز ماه رمضان به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. 2 سال باز مقامات از ساکنان میخواهند فطر روزه خود را نه به نیازمندان بلکه به مسجدهای محله دهند. حالا جنبستی عمومی نشده است، اما من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12,000 سومون از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود و موافق روی خط با اهل محله و شخصانی که مراجعت کرده بودند و مرکز اسلامی و مسجد مرکزی در حضور یک کمیسیه مخصوص که رئیس محله و 3 نفر از شخصانی با نفوذ محله و 2 نفر از مسجد و مرکز نمایندگان در حضور این کمیسیه این فطر روزه به عائله‌های کم بضاعت یعنی تقسیم شد. بعد از انجام نماز عید مسلمانان تاجیکستان طبق عنعنه به عیادت نزدیکان و دوستانشان مشغول شدند. هرچند سالهای گذشته مقامات تاجیک برای تنظیم عیدگردک کودکان اقدام روی دست گرفته بودند، امسال در کوچه های شهر عیدگردک کودکان از صبح بر وقت مشاهده می شد. دستورخوان عیدانه ساکنان هم یکی از دیگر موضوعهایی بود که پیش از هر جشن مذهبی مقامات برای کم خرج آراستنش تاکید می کنند. دستورخوان ساکنان عادی هم امسال با دبدبه به نظر نمی رسید. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. دیروز نزدیک به 120,000 نفر در پراگ خواستار استعفای سروزیر اندری بابیش و وزیر عدلیه ماریا بینیشوا شدند. این کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی سال 1989 است. نوروزیان حکومت را به فشار به نظام دادگاه کشور ابدار کردند. اعتراض در چخیا زمان افزایش یافت که پلیس سروزیر را به قلابی ابدار کرد و خواستار پاسخ گفتن او در دادگاه شد. تظاهرگران نگرانند که وزیر عدلیه میتواند به پرونده تاثیر رساند. اندری بابیش از سال 2017 سروزیر چخیا است و رهبر حزب عوامگرای انا یکی از داراترین افراد کشور به شمار می رود.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. مجریان کاری توجیک میگویند بانک‌ها در تاجیکستان روبل‌های فرستاده آنها را با قربی پست به سومانی تبدیل کرده می‌پردازند و از این داد و ستد آنها زیان می‌بینند. مجریان توجیک به تاجیکستان مبلغ انگفته می‌فرستند که سال‌های قبلی حتی به نصفی از مجموع محصولات داخلی برابر بود. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا آماده پاسخ دادن است به سوال‌های ما. خب سلام عبدالله و نخست بگو که چگونه مهاجران زیان می‌بینند و چند سومانی؟ سلام شالله. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل مبلغ ارسال کردهش حداقل 3 سومانی زیان می‌بیند. چون با گفته چندی از مهاجران کاری که با ما هم صحبت شدند، بانک ها 1000 روبل را 143 سومانی تبدیل کرده میپردازند، حالان که قرب خرید در خودی همین بانک ها 147-148 سومانی است. حالا در بازار غیر رسمی قربی 1000 روبل روسی بیشتر از 150 سومانی است و از همین مقدار خرید و فروش می شود. زیان مهاجران با نظر داشت قرب غیر رسمی از 1000 روبل 7-10 سومانی است و بهره بردار اصلی این مبلغ ها بانک ها هستند. خب عبدالله چرا چنین وضعیت به عمل آمده است؟ چون که حالا طور میدانیم در بانک های تجارتی تاجیکستان پرداخت روبل روسی به واسطه به مشتریان منع شده است. بانک ملی تاجیکستان هنوز ماه فوریه سال 2016 با صدور یک فرمان پرداخت انتقال های پولی را با روبل روسی در بانک های کشور منع کرد. طبق این فرمان بانک ها روبل روسی را با سومانی تبدیل کرده بعداً به مشتریان پرداخت میکنند. کارشناسان گفتند هدف اصلی این است که بانک ملی میخواهد روبل های وارد شده در خزینه های بانک ها باقی میماند تا آنها از روسیه با روبل دلار بخرند. اما حالا امر منع پرداخت انتقال پولی با روبل باعث شده است که مهاجران زیان میبینند. آنها از امکانیت با روبل گرفتن پول انتقال داده خود و با قرب سامانی و با قرب بازاری و سامانی تبدیل دادن آن محرومند. مهاجران میگویند در صورتی که بانک ها با قرب بازاری روبل را تبدیل کردن نمیدهند، بگذار پرداخت روبل اجازه داده شود. ببین عبدالله، انتقال پول توسط شرکت های انتقال پول صورت میگیرند. آنها درباره این مشکل چی میگن؟ چون آنها مسئولند که پول مهاجران به کم و کاست به خانواده هایشان برسد. بله، شرکت های انتقال دهنده پول از روسیه میگویند مشتریان حق دارند از بانک ها طلب کنند که مبلغ با همان اسعاری که ارسال شده است پرداخت شود، یعنی روبل. خادم مرکزی خدمت رسانی شرکتی زلاتای کرونا که خود را ولادیمیر معرفی کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بانک ها از دادن پول با همان اسعاری که فرستاده شده سرکشی کنند، این گونه سرپیچی آنها صحیح نیست. در این صورت مشتری میتواند به بانک های دیگر رو آورد و یا به زلاتای کرونا مراجعت کند و متخصصان آنها با عنوان بانک درخواست فرستاده این مشکل را حل میکنند. انتقال های پولی مهاجران کره تاجیک از خارجه یک منبع اساسی درآمد اسعار به تاجیکستان به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب از نشر آمار انتقال های پولی مهاجران از خارجه سرپیچی کرده آن را مخفی نگاه می دارد، اما بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان است. تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. من برنامه خبری رو ادامه میدهم. مقامات تاجیکستان سرمایه گذارانی را جستجو دارد که در بنیاد کارخانه های کارکرد پرتاب ها سهم گذارند. درباره ضرورت کارکرد پرتاب ها که محیط زیست را آلوده میکند سالهاست در تاجیکستان صحبت می شود، اما این مسئله ظاهرا حالا جدی گرفته شده است. حکومت حاضر است که برای سرمایه گذاران امتیاز را پیش بینی نماید. گزارش تلویزیون نستایش وریم را تایری سفر تقدیم می کند. این پرتابگاه بزرگ در کنار شهر دوشنبه بزرگترین در تاجیکستان است. 40 سال است هر روز به اینجا هزاران تانه پرتاب می‌آورند. با گفته کارمندانش اگر ظرف‌های پلاستیکی اینجا را دوباره کارکرد کنند برای احتیاجات 10 ساله کشور کافی است، ولی کسی به این کار جدی مشغول نمی‌شود. ساکنان اطراف از اینجا ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورند و به چند کارخانه خردی کارکردی پرتاب می‌فروشند. در کارخانه ما از 4 ناحیه‌های شهر دوشنبه پرتاب‌های سخت معیشی وارد می‌شود توسط همین تکنیک‌های مخصوصی پرتابکشانی. در یک شبانه روز از 120 تا 150 ریس وارد می‌شود، از 750 تا 1000 تن.
تقریبا 10 سال است در تاجیکستان درباره کارکرد صنعتی پرتوها صحبت می شود، ولی اکنون مقامات برای رسیدن به این هدف کمر بستند. در جمهوری تاجیکستان حوزه استراتژی ملی اوید اداره کنی پرتوهای سخت معیشی تهیه کرده شده ایستاده است و در بررسی قرار دارد که در آن تمام پهلوهای این سمت به حساب گرفته شده است، از جمله واردات تکنولوژی نو و کارکرد آن. در تاجیکستان 24 کارخانه خردی کارکردی پرتو هست که با تجهیزات قدیمی کار میکنند. اکثریت به آهنگودازی و استحصال خوله مشغولند، چون کاری آسان است. کارخانه آرمان یکی از کارخانه‌های کم شمار است که در برابر آهن، رزین، چوب و دیگر پرتوهای طبیعی را کارکرد میکند. از پرتوهای طبیعی نوری استحصال میکنند و 1 متر مکعب آن را $7 میفروشند. رزین و شیشه را به کارخانه‌های داخلی میفروشند. مشکل اساسی در تاجیکستان موجود نبودن صنعت درست کارکرد ظرف و بسته‌های پلاستیکی است که تجزیه نمی‌شوند و محیط زیست را آلوده و ویران می‌کنند. اگر این مسئله را به زودی حل نکنند، تاجیکستان در داخل ظرف‌های پلاستیکی نفسگیر می‌شود. حاضر در شهر دوشنبه، ناحیه رودکی، شهر وحدت و شهر خوجند کارخانه‌های کارکردی پرتوهای پلاستیکی هستند، لیکن طلباتی که امروز جمهوری به آن دارد قانع کرده نمی‌تواند. در تاجیکستان ضرورت تقسیم و حفظ جداگانه پرتو هم پیش آمده است که کارکرد دوباره آن را آسان و کم خرج می‌کند، ولی کی در تاجیکستان به تقسیم جداگانه پرتو می‌گذرند معلوم نیست. مقامات شهر دوشنبه به تخریب باز یک قهوه‌خانه در پایتخت دست آستین برزدند. آنها گفتند قهوه‌خانه دیدار برای فعالیت سند ضروری ندارد و به معیارهای بی‌خطری جوابگو نیست. این در حالی است که یک ماه پیش قهوه‌خانه دیگر با نام افسانه در مرکز پایتخت چپه کرده شد و 10 نفر بیکار ماندند. مالکان قهوه‌خانه دیدار در مورد اقدام شهرداری چی میگویند؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم. این انبوه زیادی کارمندان حفظ حقوق نه برای سر زدن کدام حادثه بلکه برای نظارت تخریب قهوه‌خانه آمدند. صبح 4 ایون مقامات با شمول کارمندان حفظ حقوق، آتش نشانی و هم ساختمانچیان به تخریب قهوه‌خانه دیدار شروع کردند. صاحب ملکان دیدار میگویند قهوه‌خانه بیش از 35 سال باز فعالیت میکند و همه حجت‌های لازمی را دارند. پافشاری صاحب ملکان برای تخریب نکردن نتیجه نداد. اگر زمین در کار باشه مرحمت گیرند، جبران پولی میاتیم ما میبریم میریم با میره در دیگه جا آباد میکنیم، باز همونه در حکومت شهر میگذاریم. فقط مراجعه به روسیه عملی داریم که بعد دو ما برسه التماس که یک حجت ما یک نظر گذرونه تمام. مقامات گفتند این آشخانه را با سبب غیر قانونی بودن و هم در زیر خط بلند شدت برق جایگیر شدنش تخریب میکنند. هیئت مقامات با رهبری رئیس ناحیه اسماعیل سامانی در محل حادثه حضور داشتند. ما را در محل حادثه نگذاشتند تا با مسئولان مقامات صحبت کنیم. در این قهوه‌خانه حدود 30 نفر کار میکردند. این قما همه بیوه و صغیره ها در اینجا کار میکنند. در یک 7 ماه 3 کس آیا اویله همین صاحب ملک گذشتگی 25 تا صغیره داریم. باور کنی همه بیوه زن صغیره ها مانده. در قرار رئیس شهر دوشنبه آمده است که قهوه‌خانه دیدار با سبب خودسرانه ساختنش از حساب صاحب ملک تخریب شده جبران پولی پرداخت نشود. صاحب ملکان میگویند مکان امروزه قهوه‌خانه دیدار از سال 1984 همچون دکان فروش نوشاکه بنیاد شده، در سالهای بعدی وسیع شده و سال 1996 خصوصی شده است. و بینندگان بینهایت عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش پایان میبریم و شما میتوانید تفصیلات خبرهای روز رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس کنید. همچنین ویدیوهای دیدنی رو میتوانید در همین جا، یعنی در کانال رادیو آزادی در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های مخصوص خود را دارد که گزارش‌های دیدنی در آنجا هستند. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می‌گردد. بار دیگر عید سعید فطر مبارک باشد. خدا نگهدار.